الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان عزیز، برادران اهل سنت، امروز با طلب بسیار از برادران خواستیم درباره غسل روز جمعه از آداب و سنتایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما اصحاب آن کس روایت کردن و همچنین علما در این باره اقوال خود را بیان کردن برای شما بیان کنیم. می‌گذاریم به شرح مسئله بعد از توفیق و مدد جستن از پروردگار سبحان جل جلاله. بیان درس چنین می‌شود: علما درباره غسل روز جمعه اختلاف کردن به سه قول. قول اول برانند که غسل روز جمعه سنت است و این قول جمهور علما، یعنی پیروان امام ابو حنیفه و امام مالک و امام شافعی و امام احمد رحمهم الله. و قول دوم میگن که واجب است غسل کردن روز جمعه. این قولی پیروان مذهبی ظاهریه، یعنی پیروان ابن حزم رحمه الله و یک روایتی از امام احمد بن حنبل می باشد. قول سوم میگن واجب است به سبب بوی کره، یعنی بوی بد اگر از بدن انسان برآید و این سبب واجب میگردد و الا سنت است. و این مذهب ابن تیمیه، احمد بن الحلیم، شیخ الاسلام رحمه الله می باشد. اکنون میگذاریم به دلیل آن علمایی که واجب بدن غسل را در روز جمعه محسوبند. حدیث اول از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما از رسول خدا صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند: اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل. به روایت امام بخاری است، یعنی یکی از شما چون به مسجد آمد برای نماز جمعه، پس البته برای او بگوید که غسل نماید. یعنی اینجا امری غایب است از رسول خدا صلی الله علیه و سلم. همچون وصیت برای شخصانی که به نماز جمعه نیت دارند باید میگن البته غسل کنند. و این لام امر غایب دلالت میکند بر واجب بودن در قول ابن حزم رحمه الله. حدیث دوم اینچنین در بخاری و مسلم حدیث متفق علی از ابی سعید خدری رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: الغسل یوم الجمعه واجب علی کل محتلم. یعنی غسل کردن در روز جمعه واجب است بر هر شخصی که بالغ شده است، یعنی بالغ است و نیتی نماز جمعه رفتن دارد. این هم به لفظ واجب آمده است. پیروان مذهب ظاهریه میگن که به همین دلیل واجب است و همچنین به همین ادله این علما میگن که غسل روز جمعه واجب است. میگذاریم به دلیل علمایی که به آن قولند که غسل روز جمعه سنت است. دلیلشان این است که عن الحسن عن سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ للجمعه فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل. این حدیث امام احمد و امام دارمی و ابو داود و الترمذی و النسائی و دیگر علما با شاهداش روایت کردند، یعنی به شواهد این را صحیح میگویند. معنای حدیث این است که شخصی که طهارت کرد برای روز جمعه یا که برای نماز جمعه، پس خیلی خوب کرده است. و اما شخصی که غسل کرد، پس البته غسل افضل است. یعنی اینجا حدیث دلالت میکند که طهارت هم بکند، به غسل هم رود میشود و غسل کند، یعنی از باب استحباب و سنت بهتر است. دوم دلیل علمایی که به سنت بودن غسل روز جمعه فتوا دادن، این حدیث ابی هریره رضی الله عنه است از رسول خدا صلی الله علیه و سلم که فرمودند: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى. یعنی در این حدیث ذکر غسل نآمده است. شخصی حدیث به روایت مسلم است در رقم 857 حدیث.
یعنی شخصی که طهارت کرد پس خوب طهارت کرد، یعنی طهارت را نیکو انجام داد طبق سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. بعد از آن با نماز جمعه به مسجد آمد، آنجا بنشست و خوب گوش کرد به خطبه امام و خاموش نشست. خداوند مغفرت کند گناه، هر آن گناه صغیره که بین آن روز و بین جمعه دیگر کرده است خدا همش مغفرت کند و 3 روز دیگر زیادتر، یعنی 9 روز می شود، یعنی 9 روز خداوند گناه های صغیر را مغفرت کرده باشد. و گفتند که یکی از آداب های جمعه که و من مس الحصى فقد لغى، شخصی که در وقت گوش کردن خطبه امام با سنگ ها دست زد یا سنگی را گرفت یک سو پرتافت یا عموما با یک کار بیهوده مشغول شد، میگن گویا که انسان لغو کرده است، یعنی بی‌آدابی کرده است و به کار بیهوده مشغول شده است در وقت خطبه امام. یعنی این دلالت میکرد حدیث که طهارت کافی است، یعنی حاجت به غسل نیست و شخصی که به طهارت کردن اکتفا میکند به منص این حدیث گناهگار نیست و عاصی هم نشده است. و امر به غسل در این حدیث دلالت میکند بر مستحب بودن غسل. همچنین دیگر دلیل از عروه ابن زبیر از عایشه زوج پیغمبر ام المؤمنین رضی الله عنهم از رسول خدا صلی الله علیه و سلم روایت شده است که كان الناس يتناوبون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، یعنی در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم به نوبت به روز جمعه می آمدند که در نزد پیامبر درس می گرفتند، بعدشون کار داشتند که از جای دور می آمدند و نوبت به نوبت می آمدند و از پیامبر خدا پس پیامبر خدا نماز می خواندند. آنها از منزل هایشون که دور واقع بود و از عوالی جهت مدینه که در بلندی واقع است از اونجا می آمدند. فیأتون فی الغبار یصیبهم الغبار والعرق، آنها در روزهای غبار می آمدند که چنگ خاک بود، آنها را می رسید از غبار و عرق می کردند. فیخرج منهم العرق، پس از آنها عرق می برآمد. یعنی وقتی که غبار و چرک و گویم خاکی کوچه با عرق در بدن چسبید البته بوی ناخوش می شود. فأتى رسول الله صلی الله علیه و سلم انسان منهم وهو عندي، یعنی یکی از آنها به نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمد که این همون مردانی که از اوالی می آمدند بدنهاشون عرق میکرد و غبار مولود میشد و حضرت عایشه میگه در همون وقت رسول خدا صلی الله علیه و سلم نوبت من در خانه من بود، یعنی از خانه من باید به نماز جمعه آمده و مردم نماز میداد. پس رسول خدا صلی الله علیه و سلم به او خطاب کرد گفتند که لو انکم تطهرتم لیومکم هذا، خیلی خوب میشد اگر شما دیگر روزانه البته همین روز جمعه یک طهارت کرده می آمدید یا که خودتون توزه کرده می آمدید خیلی خوب میشد. یعنی این دلالت میکند که رسول خدا صلی الله علیه و آله را ارشاد دادند که اگر غسل میکردید خوب میشد که مثلا هم بویتون میرفت. این دلیل در بخاری و مسلم روایت شده است، یعنی حدیث متفق علیه. اکنون بعضی علما یعنی اهل سنت که گفتیم قول جمهور بر آن است که سنت است، میگن که راجح قول همین است، چون که در اینجا رسول خدا دو روایت ها اگرچه یک روایت هایی که پیروان ابن حزم می آورند و میگویند حدیث صحیحین است، لیکن دیگر حدیث هایی که به درجه صحه رسیدن و حدیث های حسن هستند دلالت میکنند بر طهارت کفایه کرده. یعنی جمع بین دو حدیث کرده علما میگن که واجب نیست بلکه مستحب است غسل در روز جمعه و سنت مؤکده است برای شخصی که عرق میکند یا که بوی بد از بدنش بیرون میآید. از این جهت اینو به همین دو حدیث و با جمع احادیث میگن که سنت است بلکه واجب نیست غسل کردن. و درباره این در کتاب سبل السلام چنین قول خیلی خوب اومده است که فرمودند که و فی الهدى النبوی والامر بالغسل یوم الجمعه مؤکد جدا، میگه در هدایت پیامبر که هدایت نبوی است یعنی او اخلاق پیغمبر سنت های پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون احادیثی که وارد شدن پای در پای امر اومده است به غسل در روز جمعه، یعنی امر مؤکد است خیلی و واجب بودن این، یعنی اگر کسی واجب شمارد اقوا من وجوب الوتر، از نماز وتر هم چیز است این غسل روز جمعه بالاتر می‌سازد.
و قرائت البسمله فی الصلاه و حتی واجب بودنش سنت مؤکده بودنش از قرائت بسم الله در نماز بالاتر می‌آید. و وجوب الوضوء من مس النساء. انا از کسی که در این قول امام شافعی است که مثلا بین علما اختلاف در این موضوع. امام شافعی میگن کسی که زن رو دست کرد طهارت کنه، طهارتش میشکنه، که اما علما میگن مقصد از مس این جماع است. یعنی میگن مؤکدتر است از قول امام شافعی که امر به طهارت میکنه در وقتی دست زدن زن ها. و وجوبه من مس الذکر، همچنین واجب تر است این غسل جمعه میگن از دست زدن به حالتی مردی، عموما به جایگاه نهانی انسان. و همین دلیل میگن که تأکید روی غسل روز جمعه از این اعمالی که ذکر شد بالاتر میست. برای خاطر همین باز فرمودن که در کتاب رسول سلام حتی غسل روز جمعه واجبتر و مؤکدتر است از قهقه در نماز. یعنی بعضی علما با مذهب ابو حنیفه میگن که شخصی که قهقه در نماز کرد طهارتش میشکنه. میگن غسل جمعه از حکم این بالاتر است. و حتی از رعاف، یعنی از خون بینی آدم طهارت میکنن، میگن غسل جمعه هم از این بالا میستد. و از حجامت طهارت میکنن، غسل جمعه میگن از این هم حکمش بالاتر میستد. و از قی طهارت میکنن، غسل جمعه از اینو بالا میاد. یعنی در این مسئله قهقه در نماز، خون بینی یا حجامت گرفتن علما اختلاف کردن که برای احتیاط برای همش طهارت کردن در کار است. برای که از اختلاف بیرون برویم، همین صاحب سبل السلام همین را ترجیح میکنه و حد میگه که از طهارت کردن به این مسائلی که اختلافی است، یعنی غسل کردن جمعه حکمش از اینها بالاتر، تاکیدش زیادتر است میگن. و اما قول راجح به فکر من، فکر بنده، این قول ابن تیمیه است رحمه الله. این چنین شرح میکنه که آن حدیثی که از حضرت عایشه روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در خانه عایشه بندون حضرت عایشه ام المؤمنین میگن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم اون مردمانی که از طرف عوالی می اومدن و آنها را غبار می اومد و بوی عرق بدن آنها را می گرفت، آنها را پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که اگر شما طهارت میکردید، یعنی غسل میکردید، برای همین روز خیلی خوب میشد. مثلا که شما در این آمدید در مدینه، یک جا اومده غسل کرده بعد مسجد در این دلالت میکنه که برای آدمی که بدنش بوی میکند یا که عرقش زیاد است یا که در مسبب راه رفتن عرق میکند، برای واجب است میگه ابن تیمیه رحمه الله. و همچنین روایت دیگر میبرن شیخ الاسلام که عن اکرمه ان اناسا من اهل العراق جاءوا فقالوا یا ابن عباس. اکرمه یک از شاگردان ابن عباس میگوشن روایت میکنن که یک چند مردمانی از اهل عراق آمدن به نزد ابن عباس و پرسیدند که اترى الغسل یوم الجمعه واجبا، آیا شما غسل جمعه را برای شما در روز جمعه کردن واجب است؟ قال لا. ابن عباس گفت نه واجب نیست، ولکنه اطهر و خیر لمن اغتسل. ولکن این اگر کسی غسل کند برای پاکتر است و بهتر است. و من لم یغتسل فلیس علیه بواجب. گفتن شخصی که غسل نمیکند برای واجب نیست. و ساخبرکم کیف بدأ الغسل. و میگم من برای شما خبر میدم که چطور همین غسل پیامبر به کدام سبب واجب کردن، برای کیا واجب کردن. فرمودن که کان الناس مجهودین یلبسون الصوف و یعملون علی ظهورهم. گفتن در زمان پیغمبر صلی الله علیه و که بدایت اسلام بود، مردم خیلی فقیرتر بودن، لباس پشمی میپوشیدند، لباس غوث میپوشیدند، لباس رقیقی قیمت بها نبود. یعنی هجرت کرده بودند به مدینه، اکثرشون لباسهای همون غوثی از پوست از پشم که از صوف بودن از آنها استعمال میکردند. و یعملون علی ظهورهم، و عمل میکردند، کارهای وزنی میکردند، بسیار چیزها را در بالای پس گویم پشتشان، مثل که لینچه آرد است یا که در زمان ما میبردارن مردمی که در بازار کار میکنن، در پسشان لینچه آرد یا لینچه پیاز و دیگر چیزهای وزنی برداشته کار میکنن. یعنی کار اکثر مردم همه خیلی بود، یعنی زراعت میکردن و در پشتشان خیلی بور میکردن. بسیارشون مردمی فقیر بودند در بدایت اسلام. و کان مسجدهم ضیقا مقارب السقف.
یعنی ابن عباس میگم مسجد در پیامبر مسجدی که رسول خدا صلی الله علیه و بنا کرده بودن خیلی تنگ بود و سقف بولوش به سرشان نزدیک بود، بسیار نزدیک میرسید، بسیار تنگ بود، با بولوشان پست بود. انما هو عریش، یعنی به مانند یک چایله بود میگن، یکی یک کپا بود که بولوش همین برگ های خرما موندگی بود. فخرج رسول الله صلی الله علیه و سلم فی یوم حار، رسول خدا صلی الله علیه و سلم در یکی از روزهای گرمی تابستان برون بدن که نماز مردم خانیم از خانشان و عرق الناس فی ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح اذى بذلك بعضهم بعضا. میگه و در همون وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و برون بدن مشاهده کردن در مسجد که مردم همه صوف پوشیده است، لباسهای غوث، اکثر مردم شریک بیان شد فقیر بودند، حتی که بوی آنها در مسجد فواره میزد که به سبب آن بوی عرقشان بعضشان دیگرشان اذیت می‌شد. فلما وجد رسول الله صلی الله علیه و سلم تلك الريح، وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و حس کردن آن بوی عرق را از بین مردم، خدا همه اصحاب پیغمبر از آنها راضی باشد، گفتند که ایها الناس اذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، گفتند ای مردم اگر همین روز جمعه بیاید البته شما غسل کنید. وليمس احدكم افضل ما يجد من دهنه و طيبه، پس البته بمولد در بدن خود یکی از شما افضل ترین اون چیزی که بهترین چیز در خانش میابد از روغنی که برای سر بوی خوش میدهد، مثل زیتون دیگه در سرشون دهن میکردن میمولیدن در زمان قدیم. حاضر گل میمونن آدما، یعنی سرش خوشبو کند، ملایم کند و همچنین خوشبوی عطرهایی که در همون دوره بود، یعنی مسک بود دیگه عطرها بود، از اون در بدن خود بمالد. قال ابن عباس بعد پس گفتن در میونه این روایت که ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف، بعد از آن الله سبحانه و تعالی برای مردم گشایش رزق داد که مردم بوی شدن، خیر بسیاری آمد به امت اسلام و پوشیدن لباسایی که غیر صوف، لباسای تنک زیبایی که به آنها هوا می‌دارد پوشیدن. وكف العمل ووسع مسجدهم، یعنی از عمل باز فتوحات شد، جهاد شد، مردم هم بوی شدن، یعنی خدمتگار گرفتن و دیگه به کارهای کلان مشغول میشدن، تجارت‌های کلان، جهاد در راه خدا می‌برآمدند و مسجدشون هم گشاد شد. و ذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرب، بعد آن بدگویی که در بینشان بود که همدیگر را به سبب آن اذیت می‌دادند از بین رفت و آنها خیلی مردمی پولدار شدند و حالتشان خوب شد. یعنی این دلیل را در روایت از در سنن ابو داود و حافظ ابن حجر در فتح الباری میگن که اخرج ابو داود و طحاوی و اسناده حسن، یعنی این را امام ابو داود و امام طحاوی به سند حسن روایت کردند. یعنی به همین دلیل ابن تیمیه رحمه الله به قول ابن عباس که ترجمان قرآن و بهترین عالمترین صحابه پیغمبر است، فصل میکنن که یعنی یک وقتی بود که رسول خدا صلی الله علیه و تاکید میکردن که غسل کنید، چرا غسل میکنید بهتر نبود برای شما، چرا مثلا بوی میکنید، گفته تاکید میکنن رسول خدا صلی الله علیه و سلم، اذیت میافتن مردم، وقت گویا که واجب شده برای شما. وقتی که ابن عباس میگه که با اون دلیل من این رو واجب نمیگم که وقتی که همه پولدار شدن، بوی شدن، زندگیشون خوب شد، لباسهای خوب پوشیدن، اون وقت دیدن که پیامبر خدا صلی الله علیه و در موضوع گپ نمیزدن، اختیار میگفتن کسی غسل کند بهتره میگفتن. یعنی به همین دلیل ابن تیمیه رحمه الله میگن که برای شخصی که در بدنش بوی بد حس کرد البته واجب میشه غسل کردن، اما شخصی که روز پنجشنبه غسل کرده است یا که بر وقت‌تر غسل کرده است میگن هیچ باکی نیست، به همون طهارت کرده به مسجد رود. این بود با فکری بنده رأی وسط، یعنی واجب گیم برای مردم وزنی میفرد، سنت گیم اکثر انسانایی که بدنشون بوی میکنند به مسجد رفته مردم عذر میدهند، برای مردم این حدیث پیغمبر این روایت ابن عباس جدا میکنه. انسانی که مثلا لباسش خوب نیست یا که عرق زیاد میکنه یا که بدنش یک رطوبت داره میبروید، خودش میفهمد که بوی بدنش مؤثره در غیرش، این در حال ایستادگی انسان البته غسل کنه، خودش خوب میفهمد چون مؤمن باید ذکی باشد، دانا باشد، فطن باشد. مؤمن مثل زیرک است که باید حال خودش خوب داند، ضرر و مفسده و مثلا مصلحه حیات خودش داند، چون که پیامبر خدا میگن لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، در اسلام نه ضرر آوردن برای خود است جایز نیست، نه ضرر آوردن برای خود جایز نیست و نه ضرر آوردن برای غیر خود. هر دو جانب باید مسلمان باید خوب فکر کند و نه خود را ضرر رساند و نه بر دیگران اذیت بیاورد. یعنی به همین دلیل باید مؤمنی
مؤمنا ما و شما برادران عزیز باید بسیار خوب فهمیم که حال خود ما را خوب میدونیم. کدام وقت دیدیم که مثلا ما چند روز بازی نکردیم یا که غسل یا که بدن بوی میکنه، البته غسل برای ما واجب میشه، اینه باید خوب بفهمیم. اکنون به یک مسئله دیگر میگذاریم که آیا غسل کردن در روز جمعه در کار است یا که غسل کردن برای نماز، یعنی پیش از نماز. در این موضوع علما اختلاف کردند و بعضی علما گفتن که غسل برای نماز است فقط، یعنی چند ساعت پیشتر از نماز. بعضی علما گفتن نه، بعد از بامداد یا پیش از بامداد غسل کردن در کار است. این قول جمهور است، امام مالک و امام شافعی و مذهب محمد و ابو یوسف یک از شاگردان امام ابو حنیفه اونها رو مخالفت کرده، میگن که جایز است پیش از برآمدن افطار، یعنی پیش از نماز فجر غسل کند میشه. برای خاطر همین حدیث است ابو هریره رضی الله عنه روایت کردند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که من اغتسل یوم الجمعه غسل الجنابه ثم راح فكأنما قرب بدنه. میگن شخصی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که شخصی که غسل کرد روز جمعه، غسل جنابت یعنی غسلی که به سبب همسر خود خفت خواب کرد و غسل کرد، ثم راح فكأنما قرب بدنه، بعد از آن رفت به مسجد روان شد گویا که یک شتر در راه خداوند صدقه کرد. و من راح فی الساعه الثانیه، یعنی شخصی که در ساعت دوم به مسجد رفت بعد از او، فكأنما قرب بقره، گویا که او در راه خداوند یک گاوی رو صدقه کرد، از قربانی کرد. و من راح فی الساعه الثالثه، یعنی شخصی که در ساعت سوم رفت، فكأنما قرب کبشا اقرن، گویا که در راه خدا یک قشقار یا که قشقاری یا که گوسفند شاخدار را قربانی کرده است. و من راح فی الساعه الرابعه فكأنما قرب دجاجه، شخصی که در ساعت چهارم به مسجد رفت، یعنی بعد از غسل کردن خیلی که در بالا بیان شد، گویا که یک موکیونی که مرغ رو در راه خداوند قربانی کرد. و من راح فی الساعه الخامسه، در آخرین روز، در آخرین ساعتی که همین کمتر مانده است و خطبه خواندن امام، کسی در آخرین وقت در ساعت پنجم، در بعد ساعت پنجم رفت، فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. پس گویا که این یک تخمی رو در راه خدا قربانی کرده است. پس چون میگن پیامبر خدا امام با منبر برآمد و با خطبه سر کرد، حضرت الملائکه یستمعون الذکر، ملائکه در و مسجد بیان حاضر شوند. در ملائکه در بیرون نشستن، هر یک آدمی که در کدام ساعت آمد در نامه اعمالش می نویسن. ملائکه خاص در روز جمعه در این مسجد ها می نویسن که فلان انسان بنده پروردگار در ساعت اول آمد، در ساعت دوم آمد، یعنی موافق به همون ساعتی که بر وقت آمد. برای او با وعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم که وعد کردن که یعنی چنین درجات قربانی رو میگیرد، برای می نویسن. وقتی که امام که به خطبه برآمد به بالای منبر، در از نوشتن باز میستن و با گوش کردن خطبه، با گوش کردن ذکر الله مشغول میشن. یعنی ملائکه این دلالت میکنه که انسانی که وقت خطبه آمد از این ثوابایی که در بالا ذکر کردیم، از این قربانی اصلا ثواب نمیگیرد، فقط ثواب خطبه رو میگیرد و نماز رو میگیرد. یعنی از این مستحب ها و فضایلی که پیش از خطبه آمده است، آن را از آن محروم میشود. یعنی از اینجا سوال میبرد که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم ساعت نبود، چرا اینا در این حدیث ساعت آمده است؟ یعنی دلالت میکرد که در اولی وقتی روز جمعه، یعنی در سحری به وقت ساعت 8 9 یک نفر از اینها می رود و مسجد، بعد از آن ساعت 10 می رود 11 همین خیلی تقریبا تا زوال، تا وقتی که اذان دوم گفته می شود می روند به مسجد حاضر میشن، بر وقت می روند. انسان که رفت در مسجد هیچ کس نیست و مسجد در اومد که یک کس نیم کس شستگن، اواش همون گمان کنیم که انشاءالله همون ثوابی یک شتری کلان عظیم جسته را در روی خدا صدقه کرد، قربانی کرد در می‌آورد. و همین
محل شاهد در این سخن پیغمبر است که و من اغتسل یوم الجمعه غسل الجنابه. اینجا در همین حدیث دلالت میکند که به همین دلیل حدیثی در روزی که از ابو هریره با فضایل ذکر شد، در روز جمعه به دلالت میکند که شخصی که یعنی غسل کرد روز جمعه دلالت میکند که از سحر، یعنی چون که ساعت یکم رفت یعنی ساعت 8 ساعت 7 غسل کرده رفت. این دلالت میکند که برای خاطر نماز اگر انسانی که بر وقت میرود ساعت 7 8 غسل کرد، این برای نماز حساب میشد، چون که بر وقت به مسجد میرود. برای خاطر همین این بهتر است که هنگامی که انسان پیش از رفتن به مسجد طهارت کرده به همون غسل اگر نماز جمعه را خواند فضلش خیلی بلند است. و در این مسئله را خیلی که دو قول را بیان کردن، قول جمهور صحیح است که رضی الله عنهم میگن که هنگامی که انسان به هم نیتی رفتن به مسجد شروع کرد، کدام صورتی که میرود همین به مسجد راهی شد ان شاء الله غسل کرده رود همون فضیلت در میاد. این بود درباره فضائل جمعه و غسل روز جمعه و همچنین واجب و مستحب بودنی غسل روز جمعه برای شما بیان شد و همچنین در باره غسل کردن برای جمعه و برای جنابت غسل کردن، یعنی غسل کردن از جنابت کدامش فضیلت تر است، یا که انسانی که در روز جمعه غسل کرد، البته در حدیث ذکر شد که انسانی که در روز جمعه هم خوابگی کند با همسر خود و نیت فرزند صالح، چی که روز مبارک است، روز عید است، روزی که خداوند در روز درهای جنت را میگشاید و در اون روز فضایلش را که در حدیث گذاشتیم که در روز خداوند آدم علیه السلام آفریده است، در اون روز خداوند انسان‌ها را به جنت می‌درآورد و در اون روز سبحانه و تعالی روی بیچون چرای خود را به بندگانش نشان می‌دهد. عموما فضایلی بسیار دارد. در همین روز انسان فرزند طلب کرد و با همسر خود همخوابگی کرد، یعنی افضل تر است. اما سخن درباره می‌رود که اگر غسل جمعه جدایی میکند یا که همون غسلی که برای جنابت میکند بس است. اینجا هم اختلاف میکنه علما، ولی بهتر این است که همون یا غسلی که بعد از هم خوابگی غسل کرد هم غسل سنت را در بر میگیرد هم غسل جنابت را در بر میگیرد و این بهتر است. علما میگن اگر برای هر یک، یعنی برای جنابت غسل کند با خصله یا بار غسل کند برای روز جمعه، این خوبتر است. نه که اگر هر دوش یعنی یا غسل کنید دنیات کند ان شاء الله میگن جایز است و کفایه میکند. این را علما تشبیه میکنن مثل انسانی که جنوب است، زنی که جنوب است و حایضه است، مثلا غسل میکند هم برای حیض هم برای جنابتش، یا غسل میکند ان شاء الله کفایه است. به همین دلیل هم میگن که غسل روز جمعه و غسلی که جنابت در روز جمعه هر دوش به دنیات را یک جا کرده غسل کند ان شاء الله کافی است و وافی است باذن الله. این بود سخنهای مختصر به طریق اختصار در روایات برای شما در این مسئله ان شاء الله یک روشنی انداختیم و خدا کند که از این مسائل استفاده برده باشیم و از اون فایده هم بنده خود هم شما گرفته باشیم. این بود آخر سخن ما. وصلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.